من عادتا تنها در اساس تجربه هایم می نویسم. یعنی فکری خودم را نمی نویسم. همش را تحلیل می کنم، می آموزم، می بینم که آن تا چه اندازه فایده ناک است. هر یک فکر را چندین بار سرقل می دهم. پس از نوشتن آن را به چند شاگردانم می دهم. آنها می خوانند، بعد می پرسم آیا عملی کرده می توانی یا نه؟ اگر گوید که بله عملی کرده می توانم، پس می گویم خیلی خوب است. اگر گوید که نافهم است، عملی کرده نمی توانم و از این است و غیره، پس چنین می شمارم که کتابم کمبودی ها دارد و آن را تکمیل دادن در کار عادتا همین خیل می رود. اگر شما با فعالیت من کمی آشنا باشید، پس می فهمید که من درباره رشد شخصیت می نویسم، درباره فکرانی، پسیکولوژی می نویسم. بیشتر محض درباره شخصیت قوی شدن می نویسم. شخصیت با حرفای کلان شدن. به طور دیگر گوییم، اگر شما کتاب طرز فکرانی آدمان ثروتمند و کم بضاعت را خوانید، در حال می فهمید که در اینجا گپ سر ثروتمندی مادی نمی رود. با پول باعث شدن آخرین قدم است. یعنی پول محصول ملکه شماست.